سلام. در برنامه امروز نظر و اندیشه‌های شما درباره سه چیز را به همه می‌رسانیم. درباره پول مهاجران، گم شدن آنها در روسیه و اید کردن کودکان در تاجیکستان. بانک‌ها 1000 روبل را 143 سومانی تبدیل کرده می‌پردازند. حالانکه قرب خرید در خود همین بانک‌ها 147-148 سومانی است. گزارش رادیو آزادی درباره مشکل مهاجران در انتقال پول به تاجیکستان را خواندید که چگونه روبل می‌فرستند اما خواهر، برادر یا مادرشان سامانی میگیرد. یک کاربر فیسبوک با نام مرتضی زاده خدایداد در این باره نوشته است: در تاجیکستان سیستم کار وجود ندارد بلکه سیستم فریب وجود دارد. زریرزاده لاله یک نفر دیگر به مهاجران تاجیک توصیه داده است کارت بانکی بگیرند، دلار بفرستند، دلار میگیرند، و روبل بفرستند، روبل و زیان هم نمیبینند. یکی دیگر با نام پلنگچه تیگریتس نوشته است: فقط خدا میداند که مهاجر چگونه یک تنگه را با خون جگر کار میکند. و در واقع یک کاربر رادیو آزادی ویدیویی را از روسیه فرستاد و همین گفته را نشان داد. این نوار از شهر سنت پتربورگ فدراسیای روسیه پیشکشی شما گشته ایستاده است. حالا میبینید چقدر تاجیک های ما با یک ترس و هراس کار را انجام داده ایستاده‌اند. سازمان‌های حمایت از حقوق مهاجران میگویند برخی از آنها پس از دعوت بر شعبه پلیس ناپدید میشوند. درباره ناپدید شدن مهاجران تاجیک در روسیه نظرهای زیادی را از شما در اینستاگرام گرفتیم. دو شرح را میاریم و یکی از بنیاد 2010 که نوشته است: تا کدام درجه تاجیک به قدر شده است که دو آدم گم می شود و مقامات دست نمی جنبانند. این شرح را خالمت و زیبا نوشته است که در واقع اگر شهروند کشور ناپدید شود و یا آسیب بیند همه را به پا می خیزانند، اما تاجیک بیچاره به کسی ضرور نیست. در 2 روز گذشته درباره عید رمضان و عید کردن بحث زیادی بود، بخصوص در وبسایت رادیو آزادی. حافظ شیرازی در وبسایت ما درباره عید کردن کودکان گفته است: به فکر من عید کردن کودکان یگان مشکلی ندارد و به طلبندگی هم ربط ندارد. کاربر دیگری که نامش را نخواسته است بگوید مخالف عید کردن کودکان نیست، ولی از عید کردن کلان سالان خوشش نمی آید. همین عید گردک کلان سالان چی لازم؟ امروزها مردم میلیون ها سامانی را به باد می دهند ولی به شخصان محتاج 1 سامانی را دریغ می دارند. یک معرکه خودنمایش‌دهی است. چی در کار همین دستورخوان شما 90% آن ویران شده به قوطی اخلاط می رود. شما چی می گویید؟ همین درست است یا نه؟ نویسید یا صدایتان را ثبت کنید یا ویدیوی خود را مثل سلفی بگیرید و به ما بفرستید تا در برنامه دیگر شما را بینند و بشنوند. واتساپ، وایبر، ایمو داریم که رقمش را می بینید. تا دیدار در برنامه دیگر.